دیرین دیرین. در دوران دیرین دیرین دو پرنده مهاجر به پزشک مراجعه کردند. ما میخواییم تغییر گونیت دهیم. تغییر گونیت دیگر چه میباشد؟ یعنی گونه خودمان را عوض کنیم، از تخم‌گذار شیفت نماییم روی پستاندار. آخر برای چه؟ چون دیگر خسته شده ایم. این همه راه طی میکنیم تا در یک تالاب با آرامش تخم‌گذاری کنیم، یا شکارچیان نمیگذارند، یا اونقدر خشک و بی آب است که سگ هم در آنجا تخم نمیگذارند. درود آقای دکتر، مجبوریم تغییر گونیت دهیم، میفهمیم مجبوریم. با وجود اقداماتی که برای حفاظت از تالاب‌ها انجام شده، همچنان برخی از تالاب‌ها در وضعیت مطلوبی نبوده و وقتی تالاب‌ها نابود بشن، گونه‌های مختلف جانوری مخصوصا پرنده‌های مهاجر هم نابود میشن و در نهایت زندگی انسان‌ها هم به خطر میفته. پس نذاریم تالاب